گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 15. جلوی وطن. در کنار دیه رهبلد ما در نزد یک خانه کمبغلانه ایستاده در نزد چپرک از بالای اسب اکی سفر ها اکی سفر گفته فریاد کرد. یک زن میان سال صاحب آواز را دیده بیایید اکی برادری بیایید گفته ما را به خانه دعوت کرد. اکی سفر کجاست ینگه؟ پرسید راهبلد ما با دلپوری. زن هم آدم خوب بوده است. جوابی عجایب داد. بیایید مهمانان عزیز، صاحب خانه نباشد هم خانهش همین جاست. بیایید نور دیده تاج سر گفته ما را صدقاً به حوله که قریب در و دیوار هم نداشت دعوت کرد. ای ینگه ما کو می آییم، لیکن مهمان یک بلا اسبش باز یک بلای دیگر گفتند. با آهنگ خجالت اظهار داشت اکی براتلی. اکا جان، هر کس رزق خودش را می خورد. بیایید صدقه اتان بالای صفه گذارید. حاضر سفر هم رسیده می آید، گفت صاحب خانه. ما از اسبها فرآمدیم. آنها را دور از همدیگر بستیم. صاحب خانه خیرامان را با رعایت تعارفات به خانه درون درآورد. برای ما در تگ ایوان کرپچه های نیم داشته چوپانی پرتافته به نشستن دعوت کرد. واقعاً گرسنه مانده بودیم. من از توشه های برای ما درست کرده مادرم و خانواده اکی براتلی برآورده بالای دسترخوان ماندم. صاحب خانه هم نان و چایش را آورد و ما تناول کردیم. سفر شب آمد. تا این دم آیلش به ما قیله چوپانی و نان گرم آورد. اکی سفر یک مرد قامت بلندی مثل همه چوپانان قاقینه با چهره آفتاب خورده اما با تکلف، گندمگون، ریش و مویلب ماش و برنجی مثل اکی براتلی با ذوق جوانمردانه کوتاه کرده شده، بینی راستی تیغدار با سله و جامه کهنه نیم داشت، لیکن پاکیزه ببر گشاده چهره بود. از رفت صحبت و حال پرسی معلوم گشت که با اکی براتلی دوستی دیرینند. هنگام شناس کردن اکی براتلی درباره پدرم سخنهای نیک گفت. مرا خوب معرفی کرد. من نیمخیز شده آداب و احترام به جا آوردم. همزمان او مشکل و مطلب را آشکار کرد. اکی سفر، این مردک مثل صدها هموطنان ما با جنگ و خونریزی هایی که قدم به قدم به منطقه ما هم نزدیک شده ایستاده است برای زیستن در زمین پدری مشکل پیدا کرده است. الکی باسمچی ها در زادگاهش از پی کافت و کاوی این جوان مرد افتادند. شاید یک عمری یا اگر بخت آمد کند موقت هم باشد باید او و عاجزش در ملک بیگانه پناه برند. باور دارم تو به اینها کمک کرده می توانی. دوستی من است گفتند با جان و دل. با آن رفیقی که یک زمان آورده مثل همین کس شناس کرده بودی ما دوستی قرین شدیم. واقعا مردی دلیر و جسور و رفیق خوب بوده است. روز شب نیم شب آمده ما را خبر می گیرد. دید که با موکی دریده پایهایم خونشار گشتند. به من یک موزه نوی پاشی ندار هم آورد. به نی و نیستانم نگاه نکرده به پایم پوشاند که من به حد می ندار هستم. اظهار داشت اکی سفر و پرسید. به فکرم این کس را هم همان دوستی ما راهنمایی می کنند که خودت شخصا آوردی. البته اکی براتلی این سو آن سو نگاه کرده به آواز پست سخنش را ادامه داده. ساربان نزدیکترین دوستی سلیم است. او باید ساربان را می دید. به فکرم نتوانست. کدام کارش برآمد. آشنا تو باید مهمان را با مسیری معلوم هدایت نمایی. آخر او در آن طرف یگان کس را نمی شناسد. راه را نمی داند گفته
بعد با آوازی از این هم پستر: سلیم به این کس کاری نهایت ضرور دارد گفته بود. باکی نیست. بعد همانجا رفته ساربان را پیدا می کند. فقط تو با همان راه و روشی که خودت میدانی مصلحت ده. بعد کمی توقف: سفر. بعد یک التماس جوره. درباره رفت و آمد سلیم به این طرف و آن طرف به هیچ کس نگویی ها؟ فهمیدی؟ تأکید کرد اکای براتلی. فهمیدم دوستم، گفت سفر. بعد کمی تحمل صاحب خانه پرسید: این دوستی ما کی آن طرف گذشتنی اند؟ خودی حاضر، گفت اکای براتلی. حاضر اصلا امکانی گذشتن نیست. بعد نصف روزی تا نیمه شب دریا سیل می آید. باران و هوای تفسان یک جایه شده برفا را آب و دریا را پرتلاطم می گردانند. شبها خنک و در بالا آبها یخ می کنند. تا این جاها رسیدن جریان دریا سست‌تر می شود. بعداً باید دانید، این را سلیم به من تأکید کرد که علاکه عسکران بالشوای قسم قسم سرحد ما را با افغانستان تحت نظارت گرفته ایستادند تا باسمچی های گریزپای را در اینجا نابود کنند و نگذارند که آنها از آن طرف به این طرف سلاح و اسلحه گذرانند، جنگ را علنگه زنند، مردم را تلو و تاراج سازند. در آخر اجازت ده یک گپ را هم به شماها که از دوستان نزدیک سلیم بوده اید گویم. نگوید نه، نمیگویم. گپ را سر کردی، اکنون همش را گوی، فرمود اکای براتلی. راستی گپ سلیم به من تأکید کرده بود. اکا تو آدمی آباز هستی و نامت را هم بعضی ها سفری ماهیگیر میگویند. عمرت در ساحل دریای 5 گذشته است. من میدانم که مردمی گریزه را به خاطر هم مزد و هم مینداری آن طرف دریا میگذرانی و از آن طرف به این طرف. اما دیگر این کارا نکن. بیشتر به همان چوپانیت مشغول باش. فقط من اگر لازم شود به تو میگویم کی را آن طرف گذران و کی را از آن طرف بیار. اکای براتلی: انا اکنون فهمیدم که موزه چه قیمت داشته است، گفته خندید و علاوه کرد: سفر، من و تو آدمانی بی سواد هم باشیم، مکتب زندگی چشم ما را کشاد. بار دیگر تأکید میکنم این گپ ها را دیگر به کرته تنت نگوی. خوب شده است اکا، گفت سفر. طبق مصلحت ما شب را در اینجا گذرانیدیم. چشمی روز نکفیده صاحب خانه ما را بیدار کرد و ما براه برآمدیم. تقریبا نیم ساعت اسب سوار به ساحل دریا رسیدیم که اکنون آفتاب عالم را نورپاشی می کرد. پهنایی دریا مثل بحر می نمود. مرا واهمه زیر کرد، اما آن را در پیش خیرامان و دیگر همراهان نشان ندادم. اکای سفر خودش از اسب فرآمد. ما را هم به همین کار وادار نمود. فرمود که ایل‌های اسب را 2 سوراخی کشاییم و فهمان که هنگامی ضرورت اسب خود را دم می کند و با آسانی حتی با شکم و پایهایش شنا کرده آب را می گذرد. بعداً به من نگاه کرده: نترس، دریا که پهناور شد آبش تنک و آسان گذر می شود. باکی نیست. با این اسب تو نه تنها دریای 5 بلکه دجله و فرات را هم می گذری. ببین آن چطور آمیرانه به دریا نگاه می کند، گفته به سمن اشاره کرد. بعد آمادگی در آمدن به آب من به اکای براتلی نزدیک شدم. او را طوری که در سیزخانه به همین خلاصه آمده بودم 5-6 قدم دورتر برده مسئله دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز را صلاح دانسته گفتم: اکای براتلی، شما در حق من و اهل عائله ما منزلتی بزرگواری دارید. آن اندازه 2 چهارمغز را که زر را در نظر داشته من و شما در درون سیزخانه پنهان کردیم. راستی گپ را گویم اگر وصیت پدر بود. باید در اولین امکانات این سپارش آخرین او را اجرا می کردم. دست سوی آسمان برده گفتم که با دعای پدرم آن را من به شما
و اهل عائله شما بخشیدم. در این دنیا و قیامت بهیل کردم. سفر من مشکل و خطرناک است. پیش از ویدا این خواهشم را از نام پدرم قبول نمایید. اکای براتلی یک بدوری های نامعلوم نگاه کرده کمی سلفیده. ای دادر، من نیکی به تو و پدرت نکردم. آن چیز و ناچیزی که بود وظیفه عادی دوستی و برادری است. نباشد دیگر دوست برای چی لازم؟ میلش، بینیم زندگی باز چی میگوید. جای پدرت جنت شود. خدا شما را به مقصدتان رساند. آرزو میکنم که در غریبی در نمانی، به وطن بازگردی، به روزی نیک برسیم گفته ما را دعا داد. ما یکدیگر را سخت به آغوش گرفتیم. خیر و خوش کردیم. من به اسب سوار شدم. دست خیرامان را گرفتم. او را هم در پس زین شیناندم و که سفر نوگ ارغمچین را که در جلوی اسب من بسته شده بود به قفای زین بسته یک کارد را به من برای احتیاط داد و گفت این دریا است. خدا نکرده هر زمانی میبینی که اسب من کلده و خورده میافتد یا طغیان آب او را به سوی خود میبرد. با این کارد ارغمچین را میبری که اسب تو هم از پس ما غرق نشود. جلوی اسب را به جریان آب 5 قدم پایین میبری و در و چپ میگردانی. آب هم برای خود دست و پا دارد. بعد زمین را کافتن قومی آن را دور نمیبرد. تگنا را سفته میکند. تو گذرت را ادامه میدهی. بعد شما چی؟ با هیجان پرسیدم من. تو غمی مرا نخور. من و اسب مصلحت کردگیم. او با راه خودش میبراید. من باشم با راه خودم. با تبسم گفت اکای سفر. اوی مردک، ما دایم غمی تو را میخوریم. لیکن تو هم غمی ما را بخور. اینجا اکای براتلی به گپ همراه شده سخنش را ادامه داد. تو گفتی که در غریبی این بیچاره ها اول کجا پیش کی باید روند؟ چی کار کنند؟ پرسید. اکای براتلی، آخر تو مرا ترساندی. این را نگو وی را نگو گفته گبزنی هم نماندی. از ترس باشد چی فراموش کردم به خدا گفته اکای سفر به سوال گذاشته آن گپ را گویم. باید نامی همان کس را باز بگیرم. چیکار کنم آشنا؟ الکی نامی او را گرفته اما هر سخن جای و هر نقطه مقامی دارد. در شریعت ضرورت کفالت گفته عمل می کنند. اما با احتیاط باش. جواب داد اکای براتلی. البته خیرامان شاهد این مکالمه ما بود. تمام وقتی از آب گذشتن مرا چنان چسبیده بود که گمان می کردم اگر یگان کس کوشش کند هم او را از من کنده گرفته نمی تواند. خوشبختانه چنین مشکل اتفاق نیفتاد. ما پس یکدیگر تا ساحل افغانستان رسیدیم. موکی های من تر شده بودند. لباس های اکای سفر تا میان. باکی نیست. من باید تیز پس گردم. چون که آب نیتی باز از این هم زیاد شدن دارد. اما شما این گذر را با نام سفید سنگ فراموش نکنید. مهم آن است که همین سمندتان را به یگان قیمت از دست ندهید. این جانور شما را از همه آب و هوا و بد و بلا نجات می دهد. این خیل اسب را اولین بار می بینم گفت دریا نورد ما. من با مینداری با اکای سفر خیر و خوش کردم. گفتم اگر در این دنیا نتوانم در آن دنیا خدمت شما را بجا می آرم. اکای سفر نو به آب می در آمد که کارد کلانی زیبای چوپانی دستم به خاطرم رسید و داد زدم. اکا، کارد را فراموش کردیم. نه فراموش نکردیم. این کارد باز به تو خدمت می کند. کارد و اسب را گم مکن. خیر، پناه به خدا. با آواز مرغوله‌دار پاسخ داد اکای سفر و ناگه اکای براتلی مرا می کشد. بینید باز فراموش کردم. خلاص گفت اکای سفر به من جدی نگاه کرده با آواز پست سخنش را دوام داده. تخمین به اندازه 1 ساعت به سمت راست ساحل دریا اسب می دوانی.
یک جا موضع یکتود نام دارد. در حقیقت آنجا از طرف چپ اول یک خرسنگ کلان و بالاتر از آن یک توت تقریباً 100 ساله پیر نمودار می شود. در راه و بعد آن هم دیگر چنین علامت ها نیست که شماها ره گم زنید. به بیخ توت از بالا به اندازه بند دست از سوی تیپه ها آب می فراید و پایینتر در سنگاب گم می شود. تو اسب را چپ می گردانی و 1.5-2 ساعت دیگر قد همان جویچه راه می پیمایی تا مزار حضرت خواجه دین پناه. شیخ مسکن آن بزرگوار یک مرد همسین و سالی من، تخمیناً 55-60 ساله است. تنهاست. نامش لطیف صاحب، یک شخصی درویش مزاج است. از قیافه‌اش او را باید زود بشناسی. در یگان وقت ریشی او شانه را دیدگی نیست. بیمار بوده است. از شرافت همان بزرگوار شفا یافته است. قرار قبول کرده است تا وقت زنده است حیاتش را به خدمت حضرت خواجه دین پناه بخشد. او را سهل نبین. دانسته باش که دانشمند است. با او واخوری میکنی و وقتی میبینی که کسی شما را نمیشنود آهسته به گوشش میگویی. دیوانه سلام گفت. آدمی درشت معامله اما خوب است. برای آنکه با شما انس گیرد و راهنمایی کند، نام اکایی را که برای تو براتلی مرا جنگ کرد در تنهایی به یادش میاری که از دوستان همان شخص هستی. او به تو مصلحت میدهد. به گفتش عمل کنی شاید مشکلت آسان شود. خوب شده است. تشکر زیاد اکای سفر. اما برای چی سلام از نام دیوانه؟ آخر اسم مبارک شما را گویم چی؟ پرسیدم از راه بلدی دریایی خود. اکای سفر خندیده. قصه دراز است. از خودش پرس. تفسیر میکند گفت. تا از چشمها پنهان شدن من با چشم خیر به این مرد نیک نگاه کردم. شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویست داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشاد الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم 15.